بچه من نجات یافتن و کلینده من. این طفل شب 16 سپتامبر به دنیا آمد. شبی که محله چشمسار جماعت چارکو در اسفره تیر باران میشد، او را صلحیه نام گذاشتند با امیدی که دیگر جنگ را نبیند. همون شب شیشته بودیم به خبر جنگ دم خواهرم زنگ زد که همیشه وضعیت بیزه بود به تولد میکردگی به فر موشن جانم خطر بموننده فرش دنم به فر آمدم همینجا با سیکین اوچشون پیش را رفتن که اونجا به نزدن جو بو به نظر روید گفته به فر بانیسه بردیم بانیسه نایمان با بردیم سوید نیست یک عذاب اوینه بانیسه بود عدیول زدیم که چراغچه نشد و مینمیات گرانتی میاد تعبول زاسوس مو به خبر آخه نمیدونیم آخه من یکون چیز را نمیرم. خانواده صلحیه میگویند که آن شب در تخانه پنهان شدند و امید داشتند تیراندازی قطع می شود، ولی تا روزی 17 سپتامبر ادامه کرد. این خرابی ها آثار تیراندازی های همون شب است که صلحیه با مادرش جان به سلامت بردند. آن روز نه هر کس امکانی از ده بیرون شدن را داشت. ساعت 9 شد برامده نمیتونم برایم تیر پاریسا تک تک دیوار 4 نبیره گرفته رفتیم و یعنی ها به 1000 رحمت همین سعادت و یعنی به 1000 بارها رحمت که هموها 4 تا نبیره من گرفته دنی ماشینه به تقه که خودم شهر به برده 4 تا نبیره هم که تیپه این وضعیت گنده بیزه بود همیخه تیر زد که تک تک همین 4 نبیره که تک تک دیوار چقدر گرفته که یگان انسان نیست. مناقشه روزی 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان رشته عمری 10 نفر را برید. در میان صدای ماتم از خانواده های قربانیان، گریه صلحیه امید به زندگی را در این خانواده بیشتر کرده است.